من 100% باوری دارم که اون چیزی که دیشب در کراکوس سیتی مسکو شد و اون کاری که در کرمان ایران شد و اون کاری که جنایتی که تاجیکان در استانبول ترکیه کردن و اون جنایتی که چند سال پیش در خود داخل دوشنبه در ناحیه دنقره نسبت ولسیپدران‌های اروپایی یا غربی کردن، اینا جنایت‌های هست که یا با همکاری یا با همدستی یا در نتیجه سیاست‌های جنایتکارانه حکومتداران تاجیکستان از آن جمله وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رخ دادند. اونه که تاجیک امروز تبدیل به یک تروریست شد، این نتیجه سیاست‌های حداقل 20 سال آخری امام علی رحمان، رمضان رحیمزاده، سید امین یتیموف، یوسف رحمان و دیگر وزارت‌های قدرتی هست که آنها از تاجیک تروریست تراشیدند، از تاجیک تروریست تربیت کردند، از تاجیک تروریست ساختند.